اینجا قبرستان 70 ملا شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان. ما یکی از این جاذبه‌های گردشگری منحصر به فرد سیستان و بلوچستان شهرستان میرجاوه رو براتون معرفی بکنم. بفرمایید با ما همراه باشید. قبرستان تاریخی و منحصر به فرد 70 ملا در روستای روپس شهرستان میرجاوه واقع شده. این قبرستان دارای 500 متر مربع مساحت داره که در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از گزند باد و باران و حتی آفتاب هم در امانه. سبک معماریش از زیگورات‌ها به صورت پلکانی الهام گرفته، همونطوری که شما خودتون مشاهده می‌کنید. الان 3 تا ستون داره که احتمالاً که این قبری که هست بزرگ این اهالی قبرستان 70 ملا بوده که اینجا دفنش کردن و تعداد سوراخ‌هایی همونطوری که مشاهده می‌کنید از این قبر از همه قبرهای دیگه بیشتره. دارای کفن و مصالح به کار رفته، خشت خام، تخت سنگ و تخت چوبی باشه. وجه تسمیهش هم 70 از هر جا که بیا از کسرتشون گرفته و وجه تسمیه دومشون هم 47 70 اینا هم اعداد مقدسه به خاطر تقدس